به نام خدا، خوش اومدید به کانال فارماسیوتیکال ساینس. لطفا لایک و سابسکرایب و کامنت رو فراموش نکنین که باعث دلگرمی ماست. خب برسیم به داروی امروزمون. داروی هیدروکسیزین هستش. داروی هیدروکسیزین جز داروهای آنتی هیستامینی حساب میشه. این دارو از ویژگی‌های دیگهش میتونم بگم این دارو جز فرست جنریشن حساب میشه. گروه های فرست جنریشن هم که خب مور سدیتیو هستن. یعنی چه؟ یعنی اینکه اثر سدیتیویشون خیلی زیادتر هستش نسبت به جنریشن های دیگه. و اینکه خب استارتش میکنیم که ببینیم چه جوری هستش. خب تایپ آف اکشن این دارو آنتی هیستامینی هستش، اثر آنتی امتیکی و آنتی پروریتیکی داره. یعنی اثر آنتی هیستامینی، اثر آنتی امتیک یعنی ضد تهوع و ضد خارش رو این دارو میتونه اعمال بکنه. مکانیزم آف اکشن این دارو جزء H1 آنتاگونیست H1 رسپتور آنتاگونیست هستش. و خب چی میگه که اثر آنتی هیستامینی این دارو از کم تا معتدل بوده. اثر مهار کنندگی انقباض دستگاه های تنفسی، قلبی و مایچ های صاف رو این دارو میتونه بر عهده بگیره. روی قسمت ابزوربشن و الیمینیشن این دارو میتونیم به بایو اویلیبیلیتی 80% که خب از نوع ول ابزورب هستش خیلی خوب، بایو اویلیبیلیتی خیلی خوبی داره. توی قسمت دیوریشنش، توی حالت سدیشنش 4 تا 6 ساعت 4 تا 6 ساعت این اثر خودش رو اعمال میکنه. آنتی پروریتیکی یا ضد خارشیش 1 تا 12 ساعته و اثر هیستامینیکی، اثر آنتی هیستامینیکیش هم که خب بین 2 تا 36 ساعت ممکن این اثر خودش رو اعمال بکنه. آنست یا همون زمانی که شما دارو رو مصرف میکنین چقدر طول میکشه تا اثر خودش رو دارو نشون بده؟ به صورت اورالی یا پی او که خب پی او رو من یه بار دیگه هم براتون توضیح داده بودم توی دیمین هیدرانات، توی یه آنتی هیستامین دیگه. پی او یعنی اینکه اورال ادمنستریشن هستش، یعنی دارویی که به صورت اورالی مصرف میشه که 15 تا 30 دقیقه طول میکشه تا این دارو اثر خودش رو اعمال بکنه. پیک سروم تایمش هم که 1 تا 2 ساعت هستش. پیک سروم منظورش چه هستش؟ منظورش اینه که این دارو 1 تا 2 ساعت طول میکشه تا به پیک کانسنتریشن خودش برسه و بعد از اون هم که بعد از اینکه 1 تا 2 ساعت از مصرف این دارو گذشت، خب کم کم این پیک سرومی شروع میکنه به افت کردن، چون به خاطر اینکه دارو خب داره الیمینیشن میشه یا اکسکریشن میشه و خب این پیک سروم دارو هم خب مسلما کاهش پیدا میکنه. الیمینیشنش هم که 20 ساعت برای بزرگسالان هستش، زمانی که الیمینیت میشه توسط بدن. 29 ساعت برای الدری ها یعنی افراد میان سال یا خب با افرادی که سنشون بالا هستش. 37 ساعت هم برای افرادی که هپاتیک دیسفانکشن دارن. یعنی چه؟ یعنی اینکه خب اینها لیورشون یا همون کبدشون دچار مشکل هستش. متابولیسم این دارو هم که خب توسط لیور انجام میشه، توسط کبد انجام میشه. اکسکریشن این دارو هم که خب توسط یورین هستش، توسط ادرار دفع میشه این دارو. دوزش فرم این دارو تبلت یا حالت قرصیش روی 3 حالت 10 میلی گرم و 25 میلی گرم و 50 میلی گرم هستش. کپسول از نوع کپسولش 25 میلی گرم و 50 میلی گرم و 100 میلی گرم هستش و روی حالت اورال ساسپنشن یا ساسپنشن های خوراکی 10 میلی گرم بر روی 5 ml میتونیم بهشون اشاره بکنیم. خب دوز مصرفی یا دوز کانسامپشن، این دارو برای منیجمنت آف پروریتوس دیو تو د کرونیک آرتیکریا. این دارو برای مدیریت کردن خارش های ناشی از کهیرهای کرونیک حساب میشه. یعنی اینکه شما از این دارو میتونین برای اینکه زمانی که شما کهیر زدین، حالا ناشی از هر نوع آلرژی یا هر عوارض هیستامینیکی که میخواد باشه، از این دارو میتونین استفاده بکنین.
برای درماتیت تماسی و اثر پروریتیکی ناشی از هیستامین را هم این دارو میتونه برطرف بکنه و داروی قوی هم توی این زمینه هستش به عنوان آنتی هیستامینی که میتونه ضد خارش باشه. و دوزی که باید شما مصرف بکنید 25 میلی گرم به حالت اورال ادمنستریشن یا اینتراماسکولاری هستش که بین 6 تا 8 ساعت میتونید شما این دارو رو مصرف بکنید. برای نوزا یا وامیتینگ یعنی حالت تهوع و استفراغ هم میزان دوزی که شما باید مصرف بکنید در طول این دوزهایی که دارم میگم همشون در طول یک روز هستن. 25 تا 100 میلی گرم اینتراماسکولاری هستش. برای پری اپراتیو سدیتیو هم یعنی اینکه حالت بی‌حس کنندگی قبل عمل هم از این دارو به عنوان پری اپراتیو سدیتیو استفاده میکنن و 50 تا 100 میلی گرم هم میتونیم به حالت اورالی یا میتونیم به حالت اینتراماسکولاری به بیمارتون بدین یا تجویز کنیم. adverse effect یا عوارض جانبی این دارو: درای ماوت یا خشکی دهان، دروزینس یا حالت گیجی، هدک سردرد و هالوسینیشن هم که به عنوان توهم میتونیم از عوارض جانبی هیدروکسیزین مثال بزنیم. آلترناتیو دراگ هایی هم که میتونیم برای هیدروکسیزین مثال بزنیم به عنوان آنتی هیستامین. خب آنتی هیستامین که گفتم خب چندین نوع جنریشن دارن که خب الان این دارویی که هیدروکسیزین از نوع فرست جنریشنش هستش. دیفین هیدرامین که هم جزء فرست جنریشن ها هستش. دیمین هیدرانات هم که خب یکی دیگه از داروهای هستش که میتونیم به عنوان آنتی هیستامین یا آلترناتیو داروی هیدروکسیزین استفاده بکنیم. سیتریزین که جزء سکند جنریشن ها هستش. لوراتادین هم همینطور. سیپروهپتادین هم که خب میتونیم جزء یکی دیگر از داروهای آنتی هیستامینی مورد نیاز برای اثر آنتی هیستامینیک استفاده بکنیم مثل هیدروکسیزین. توی قسمت پرگننسی اند لاکتیشن هم خب توی پرگننسی کاتگوری considered to be contraindicated in the early first trimester. خب میگه که توی رده‌بندی دارویی این دارو توی زمان بارداری توی 3 ماه اول بارداری این دارو کانتراندیکیتد، یعنی اینکه شما منع مصرف شما نباید این دارو توی 3 ماه اولش مصرف کنید. توی بقیه دوره بارداری هم این دارو ریپورت گزارش خاصی ازش به عنوان اینکه حالا مشکلی ایجاد میکنه در دوره پرگننسی گزارش نشده. توی قسمت لاکتیشن هم که excretion in the milk unknown and use with the caution میگه که این ممکنه که این دارو وارد شیر بشه، شیر مادر بشه و اینکه با احتیاط باید این دارو مصرف بشه. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. این ویدیوی هیدروکسیزین لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبی که میکنین از ما حمایت بکنین. مرسی تا ویدیوی بعدی.